ای بودکی موشم سمسه میکرد امی را دیده بعد سمسه کنی را یاد گرفته امی خلق مو سمسه بخورن و رحمت بگیرن. امی سمسه با مزه که یک کس میخورن با مزه با دویمش میگن دویمش سومش همه خیلی رفتن میگیرن ای دوشنبه میان ای خسور میان و کسیش نویدن ای ازبکستان میان سمسه خیلی 500 تا 600 تا سمسه میزنیم در یک روز. ساعت 8 میایم سمسه را همه خمیر را روی میکنیم و جلد شوی قدم میگیریم بعد سمسه را میپیچونیم تندر اول میتیم که هزیم انگو قطعی در میتیم بعد بسیارتر میستن آلوش گرمش بسیارتر میستن که یک 40 منوت سمسه باید پزنن تندر صفحه شد همین گرم میشوند او میچوشن که کمتر هواش بگیرن خنکتر میشن میچسبونیم شروع میپزنیم خیلی سفید هم نمیشفن خفوش سمسه را نمیسوزن خمیرش سختتر بیان که همین سمسه کشول نباشد نریزن در دونش فرشوش. این سمسه را علو قطعی میپزیم که با مزه میان این سویت قطعی رنگی سمسه ایتاج و خوب کمی این سمسه تخته تیار شد وقتی که شاگرد سوداگی بودیم خیلی بود همه خمیر کنید از اون میکشید گوش میده کنید از اون میکشید بعد تندره هواش گرفتند از اون میکشید این شل روزی همش سوزه همش باید گرفتگی یعنی خیلی ندارم برای ما کار این شل زنده باشیم تو آخر دوام میتیم همین کسب قپیدگی سوزه همین کسب ما